من دانیالم، خیلی ممنون که روی این ویدیو کلیک کردید. این اولین ویدیویی هستش که توی این کانال آپلود شده و من قراره توی این کانال شماها رو با افرادی آشنا کنم که کمتر کسی اونها رو میشناسن، افرادی که تا به امروز کسی اونها رو دیگه ندیدن و نمیدونن چه بلایی سر اونها اومده و در این بین با تئوری‌های عجیب و غریب پلیس و مردم روبرو میشیم که در آخر ویدیوها یه نگاهی به اونها میندازیم. اما شما هم بعد دیدن و شنیدن ویدیو میتونید نظر شخصی خودتون رو توی کامنت ها بنویسید. اما توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ 2 تا داستان که یکیش مربوط میشه به خانومی به نام ریچل لاکوداک و داستان بعدی هم مربوط میشه به آقایی به نام جک توماس 66 ساله. این داستانی رو که براتون تعریف میکنم توی ماه اکتبر اتفاق افتاده و در مورد دختری به اسم راشل لاکوداک 28 ساله هستش که توی سال 2018 تصمیم میگیره به ایالت واشنگتن بره برای یک پیاده روی که برای اون برنامه‌ریزی کرده بود و در انتها موندن در یک کلبه چوبی که در ارتفاعات 1600 کیلومتری قرار داشت، ارتفاعاتی که اطراف اون رو جنگل و کوه پوشونده بود. البته اون تصمیم میگیره که این کار رو توی سال 2018 همراه همسرش انجام بده، اما مدتی بعد توی همون سال و در لحظه به خاطر مشکلاتی که با هم داشتن به طور ناگهانی از هم جدا میشن و اون این سفر رو کنسل میکنه. مدتی بعد از جدایی راشل توی یک شهر دیگه خونه رو میگیره و توی اون زندگی میکنه و زندگیشو ادامه میده. اون 17 اکتبر وسیله‌های خودش رو جمع میکنه، یک کوله پشتی، یک چادر خواب و مقداری غذا رو بر میداره و سفر خودش رو آغاز میکنه. با ماشینش تا ابتدای جاده‌ای که به سمت کوه میرفته رو رانندگی میکنه. از اونجا به بعد ماشین رو پارک میکنه و ادامه مسیر رو پیاده به سمت کوه حرکت میکنه. مسیری پر فراز و نشیب همراه با باد و یخبندان زیاد و به اضافه 1600 کیلومتر پیاده روی. البته اون اول مسیر بود و نمیدونه چند ساعت بعد چه اتفاقی رو باید پشت سر بذاره. اون مصمم بود که خودش رو به این کلبه چوبی برسونه و بعد از یک شب اقامت توی کلبه دوباره برگرده. ریچل هرچی به سمت بالا میره هوا سردتر و تاریکتر میشد، بنابراین جایی هم که میخواست بره مسلما خیلی خطرناک بود. به این نکته توجه کنید که 17 اکتبر تولد راشل بود و اتفاقا همین روز رو برای این مسیر انتخاب میکنه. تا حدی اون بالا میره که کم کم محدودی دیدش کمتر میشه. در این زمان هم برف شروع به بارش میکنه که این هم کار ریچل رو دشوارتر میکرده. در بین راه ریچل به 2 مرد میرسه که اتفاقا اونا هم میخواستن به سمت کلبه برن، اما به خاطر شرایط آب و هوایی پشیمون میشن و برمیگردن. اونها به ریچل میگن که شرایط داره بدتر میشه و تو نمیتونی ادامه بدی، اما اون تصمیم خودش رو گرفته بود و به راهش ادامه میده. اون فقط یک هدف داشت، اونم خوابیدن در کلبه چوبی بود. به گفته اون 2 مرد اونها آخرین افرادی بودن که ریچل رو دیده بودن، البته زنده. ریچل قرار بود روز بعد برگرده و اتفاقا 19 اکتبر با یکی از دوستاش قرار ملاقات داشته که هیچ وقت به این قرار نمیرسه. خیلی زود ریچل مفقود میشه و خانواده‌اش سریع به پلیس اطلاع میدن، البته خیلی سریع، و متوجه این داستان میشن. پلیس هم شروع به جستجو میکنه. ماشین اونو ابتدای جاده پیدا میکنن. ابتدا اول تیم جستجو فکر میکنن ریچل داخل کلبه گیر کرده، اما بعد از یک روز جستجو میفهمن ریچل اونجا نیست. به دلیل جو آب و هوایی بد خیلی زود جستجو رو متوقف میکنن. اینجاست که در تاریخ 24 اکتبر یعنی یک هفته بعد از ریچل قطع امید میکنن. هفته‌ها و ماه‌ها از این داستان میگذره، اما توی ماه آگوست مردی به اسم کوین همراه چند تا از دوستاش به امید این که حداقل خبری از ریچل بگیرن یا بتونن وسیله‌های اونو پیدا کنن راهی همون کوه میشن. البته این کار به صورت انسان دوستانه بوده، اما بعد چند روز جستجو ناگهان چشمشون به کوله پشتی و کیسه خوابی که هنوز باز نشده بود میافتن. اونها رو به خانواده ریچل نشون میدن. اونها خیلی سریع متوجه میشن اینا وسیله‌های ریچل هستش، اما هیچ اثری از خود ریچل نمیتونن بگیرن
و حالا که تو سال 2024 هستیم هنوز هیچ خبری از اون در دسترس نیست. نظریه ها خیلی متفاوت راجع به این داستان. نظریه اول پلیس اینه که احتمال میدن که توسط حیوانات درنده خورده شده باشه. یه عده از مردم هم بر این باورن که شاید توی سرما که مسلما 100% گیر کرده و جون خودش از دست داده. توجه به اون مقدار غذای کمی که همراه خودش داشته، یه عده میگن به خاطر سرما بوده، یه عده میگن به خاطر گرسنگی جون خودش از دست داده. به هر حال تا به امروز هیچ ردی از این دختر نیستش. نه، تنها چیزی که تونستن ازش پیدا کنن همون کوله پشتی و کیسه خوابش هستش به اصطلاح. اینجا داستان تمام میشه، ولی خب تئوری ها و نظری های زیادی در این باره هستش، خیلی زیاده. من 2 تا نمونهش رو به شما گفتم، بازم شما خودتون میتونید تصمیم نهایی رو بگیرید و نظریه تئوری اگه چیزی تو ذهنتون میرسه باز توی بخش کامنت ها بنویسید. این سراغ داستان دوم که مربوط به آقای جک توماس هستش، یا آقای 66 ساله. خواهیم بریم به آیداهو، جایی که در جولای 2016 یک کوهنورد در دل جنگل‌های این کوه گم میشه. جایی که برای مرگش رزرو شده بود. تو ژوئن 2016 آقای به نام جک توماس تصمیم به پیاده روی میگیره. توماس همراه یک کوله پشتی، کمی غذا و یک GPS راهی سفر میشه. توماس مردی با تجربه بود و به پیاده روی علاقه خیلی زیادی داشت. اون قبلا هم به مسیرهای دور افتاده و هموار سفرهای زیادی رو رفته بود. توماس مردی 66 ساله ولی در حین حال سرحال پرنشاط بود. اما تنها چیزی که در این پیاده روی میتونست به توماس کمک کنه GPS بود که همراه اون بود. GPSی که به ماهواره وصل میشد. اگه بخوام در مورد این GPS صحبت کنم، یک نوع از GPSی بود که میتونست با اون پیامک بده و لوکیشن خودش رو ارسال کنه و همچنین میتونست با شماره های اضطراری تماس بگیره، شماره های مثل پلیس و اورژانس، اون هم بدون سیم کارت یا اتصال به تلفن همراه. اون توی 16 ژوئن از GPS خودش استفاده میکنه و محل دقیق خودش رو به خانواده‌اش اعلام میکنه. به نظر همه چیز برای توماس خوب پیش میرفت و اون میخواست یک روز بعد برگرده. اما به طور عجیبی روز بعد یعنی 17 ژوئن ارتباط اون با خانواده‌اش قطع میشه. روزی که دیگه هیچ خبری از اون نمیگیرن. روزی که دیگه هیچ گزارشی از GPS اون به خانواده‌اش ارسال نمیشه. با توجه به سن زیادی که توماس داشته، خیلی سریع به خانواده‌اش به پلیس این موضوع رو اطلاع میدن و پلیس آیداهو خیلی سریع جستجوی خودش رو آغاز میکنه. پلیس از مردم میخواد به صورت داوطلبانه به خانواده توماس و خود پلیس کمک کنن. جستجو آغاز میشه و اسم این جستجو رو میذارن عملیات کوه آیداهو. عملیات به قدری وسیع بوده که حتی شرکت وستون هم یک کمک مالی به جستجوگرها میکنه. پلیس و مردم به دنبال توماس هستن، اما متاسفانه بعد از 2 هفته جستجو در کوههای آیداهو هیچ سرنخی به دست نمیارن. پلیس و کمک‌های مردمی هم هیچ نوع مدرکی که مشخص بشه متعلق به توماس هستش رو پیدا نمی‌کنن. دولت چاره‌ای جز متوقف کردن این جستجو رو نداره و از همه مردم میخوان که به خونه‌هاشون برگردن. اما خانواده توماس فشار زیادی رو به پلیس و دولت میارن و از دولت میخوان که بهشون کمک کنن. اما دولت و پلیس دیگه هیچ امیدی به زنده بودن توماس نداشتن و همه چی رو استاپ میکنن. الان ما در سال 2024 هستیم و با گذشت 8 سال از این موضوع هیچ نشونی از توماس نیست، تا اینکه یک عده کوهنورد به طور ناگهانی و به صورت تصادفی مشکل رو حل میکنن. به گفته این افراد احتمالاً اونها از مسیری رد شدن که توماس شاید از اونجا عبور کرده باشه، چون به طور عجیبی شلوار توماس رو اونجا پیدا میکنن. اما چند قدم اونورتر هم کیف توماس رو پیدا میکنن که از روی مدارک شناسایی متوجه میشن اینها متعلق به جک توماس هستن. وقتی این خبر رو به خانواده توماس میدن و وسیله های اونو به خانواده‌اش نشون میدن،
اونها تایید میکنن که این وسیله متعلق به اون هستش. اما این چند نفر هم 7 سال پیش میدونستن که شخصی به نام جک توماس در دل کوههای آیداهو ناپدید شده. البته اونا توی سال 2023 این وسیله رو پیدا میکنن. بعد از این اتفاق خانواده توماس خبر رو به پلیس گزارش میدن و یک تیم پلیس و چند نفر از کارکنان پزشک قانونی برای جستجوی دقیق‌تر به منطقه اعزام میشن و به سمتی که مدارک و لباسهای توماس پیدا شده شروع به حرکت میکنن. اما بعد از جستجوی بیشتر و دقیق‌تر تلفن همراه و آیپد توماس هم پیدا میکنن، البته همراه کوله پشتی که توماس با خودش داشته. اما هیچ وقت جی پی اس توماس و خود توماس رو پیدا نمیکنن. این وسیله ها آخرین چیزایی بودن که از توماس باقی مونده بودن. الان 2 سوال اینجاست: جک توماس کجاست و چه اتفاقی برای اون افتاده؟ شاید شما هم میدونید، اما میتونیم حدس بزنیم باز هم شاید توسط حیوانات درنده یه بلایی سرش اومده باشه، به اصطلاح خورده شده باشه. با توجه به سن زیادی که توماس داشته احتمال داره به خاطر مشکلات قلبی یا مشکلات تنفسی یا اینجور چیزا باز هم یه گوشه افتاده باشه و اونا نتونستن که جنازش رو پیدا کنن. اما یه سوالی که اینجا هستش و خیلی در موردش نظریه یا تئوری میدن یا صحبت میکنن اینه که اگه مشکلی براش پیش اومده چرا از دکمه SOS GPS برای کمک استفاده نکرده. SOS یک دکمه هستش که روی GPS ها نصبه و خیلی سریع میتونید اونو فشار بدید و محل دقیق خودتون رو گزارش بدید به ماهواره. شاید اگه این کارو میکرد حداقل یک نشونی از اون پیدا میکردن و حداقل جنازه‌شو میتونستن پیدا کنن. داستانم اینجا تموم میشه. باز من نظری ها تئوری های این 2 داستان رو میسپارم به خودتون. باز میگم اگر میدونید، اطلاعی دارید، اگر میشناسید این افراد قبلا راجع بهشون ویدیو دیدید یا با توجه به این چیزایی که من گفتم میتونید نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید. ولی این 2 چیزایی که من تعریف کردم براتون تئوری های پلیس و مردم هستش. هم شاید نظریه شما یا اون چیزی که توی ذهن شما هست با اینا خیلی فرق کنه. در آخر ویدیو بگم که خیلی ممنون وقت گذاشتید. امیدوارم بتونم ویدیوهای زیادی رو براتون آپلود کنم از اینجور داستان‌ها یا از افرادی که تا به حال هیچ وقت پیدا نشدن، یعنی مفقود شدن و دیگه هیچ وقت خبری ازشون نشده. من ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنید. اگه اولین بارتون هم بود که با این کانال آشنا شدید یا این ویدیو رو دیدید، من ممنون میشم ازتون اگه کانالم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید.